با مقصد پیشگیری و پرزور نمودن کارهای فهماندهی و نظارتی وابسته به بیماری نوی سرایتی کرونا ویروس در گیمنازیوم رقم 1 شهر خوجند با اشتراک متخصصان مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی شهر و راهبران مؤسسات تعلیمی مشورت برگزار گردید. مدیر شعبه معارف شهر خوجند مهیا اکمل خوجا نشست را آغاز نموده از جمله افزود که هدف پیش از همه درست برای ماندن کارهای فهماندهی با مشورت متخصصان ساحه در بین مؤثرین مؤسسات تعلیمی و تربیتگرندگان مؤسسات تا مکتبی می باشد. سپس تخمینه عثمانова مدیر شعبه سانیتری اپیدمیولوژی مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی شهر خوجند برآمد نموده از جمله افزود که نوبسته به آنکه تا امروز در مملکت سرایت کرونا ویروس به قید گرفته نشده است، مؤسسات تندرستی شهر در حالت آماده باش قرار دارند و از شهروندان احترامانه دعوت و عمل آورده می‌شود که به قاعده‌های بهداشتی سلامتی رعایت نمایند. همگان با حس مسئولیت شناسی تدبیرهای اندیشیده کارمندان ساحه تندرستی را جهت پیشگیری و پنه‌شوی کرونا ویروس کاملا رعایت نموده به هر گونه آوازه‌های بی‌پایه داده نشوند. کرونا ویروس این ویروس ها میباشد که این قریبی سالهای 1965 allakay از طرف عالمان اختراع کرده شده بود و این ویروس اساساً حیوانات را ضرر میرساند، ولی در عین زمان زیاده از 40 نمودی ویروس های کرونا ویروس ها موجود می باشند و آنها هم در بین حیوانات هم در بین انسان ضرر خود را می رسانند. و امروز برای چی کرونا ویروسی کووید 19 میگویند؟ برای آنکه این ویروسی نو میباشد، یعنی که ویروسی که allakay متاسع شده است، allakay نمودی ظاهری خود را، نمودی گنومی خود را عوض کرده است و عالمان حالا این را نسنجیدند. از این لحاظ مبارزه بر ضد این ویروس خیلی مشکل شده ایستاده است. یگانه راهی که هم کم خرج میشد و هم فوتی کم را به ما میآورد این پیشگیری بیماری ها. پیشگیری بیماری ها این ما همروزه میگوییم تازه کردن صنف خانه ها از با محلول های بی‌ضرر گردانی. ما میتوانیم محلول های بی‌ضرر گردانی خوکه خور را استفاده بریم. بعدم شستنی دستان پیش از خوراک خوری، هنگامی با یکدیگر سلامت کردن، شستنی دستان البته با صابون. ویروس صابون را بد میبیند، موادهای اسپرتدار آنتیسپتیک میگویند و هیچ چیز را بد میبیند. رعایت بین معاشرت و همچنین میبایست خوانندگان و طالب علمان را با آداب عطسه کردن، آداب سلفه کردن آموزانیم. تاکید گردید که حالا تمام جهان با کووید 19 مبارزه میبرد. در جهان قریب کشوری نیست که در آن این نمود بیماری وجود نداشته باشد. از میان 53 کشور منطقه تاجیکستان و ترکمنستان دو کشوری هستند که در آنها یگان حالت گرفتاری به کووید 19 به قید گرفته نشده است. لیکن خوشبختانه امروز در مقیاس جمهوری تاجیکستان یگان نفر با نشانه های بیماری یا اینکه تصدیق بیماری کرونا ویروسی را نگرفته باشند هم چخیلی که در دیگر دولت هایی که زیاده از 190 دولت دنیا allakay به این ویروس سرایت یافته است، وظیفه اولین درجه ما پیشگیری بهر وارد نشدن و پهن نشدن بهر در بین جامعه می باشد. ما باید طبق دستور شهرداری در سمت تامین بخطری سانیتری اپیدمیولوژی اهالی، پیشگیری پیدایش و پنه‌شوی بیماری سرایتی تدبیرهای عملی اندیشیده، همچنین در تمام تشکیلات مؤسسات حدود شهر نوبسته از شکل مالکیت کارهای فهماندهی و بی‌ضررگردانی را برآوریم. ملاقات با سوال و جواب و مشورت سودمند انجام پذیرفت.